پاول دوروف یکی از اون آدم‌های خیلی خاص و باهوشه که تونسته 2 از بزرگترین شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را راه اندازی کنه. اون توی 10 اکتبر 1984 تو لنینگراد که حالا بهش میگیم سن پترزبورگ به دنیا اومده، اما بیشتر دوران بچگیش رو تو ایتالیا و شهر تورین گذرونده. پدرش یک استاد بزرگ دانشگاه بوده و خودش هم توی دانشگاه دولتی سن پترزبورگ درس خونده و مدرکش هم تو رشته لغت شناسی گرفته. اما داستان جالب اینجاست که پاول دوروف با اینکه خیلی از آدم‌ها تو روسیه بهش افتخار میکنن، خودش از اونجا کوچ کرده. دلیلش هم اینه که وقتی داشت شبکه اجتماعی ویکی رو میساخت و مدیر عاملش بود، فهمید که شرکتش زیر دست آدم‌های قدرتمند و نزدیک به پوتین افتاده. اون موقع بود که پاول تصمیم گرفت روسیه را ترک کنه و گفت که دیگه برنامه‌ای برای برگشتن به اونجا نداره. بعد از این ماجرا پاول رفت و یه شرکت دیگه به نام تلگرام رو تأسیس کرد. تلگرام یک پیام رسان خیلی امنه که الان هممون ازش استفاده میکنیم. جالب اینجاست که تلگرام اول توی برلین شروع به کار کرد، ولی بعدش به دبی منتقل شد. پاول توی دبی زندگی میکنه و سال 2022 فوربس اون را به عنوان پولدارترین آدم امارات معرفی کرد، تا جایی که حتی شهروندی امارات و فرانسه را هم گرفته. پاول دوروف به عنوان مارک زاکربرگ روسیه هم شناخته میشه، به خاطر اینکه تونست یک شبکه اجتماعی بزرگ رو درست کنه که خیلی محبوب شد. اما برعکس زاکربرگ، پاول خیلی به آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی اهمیت میده. واسه همینم تلگرام رو ساخت که پیام‌هاتون رو هیچ کس نتونه بخونه. درسته که اون الان یه میلیاردره، اما پاول از اون آدم‌هایی نیست که به زندگی راحت قانع بشه. با اینکه هیچ وقت ازدواج نکرده، اما همه عمرش رو گذاشته برای ساختن چیزهای جدید و بهبود دادن دنیا. حتی توی تولد 27 سالگیش $1,000,000 به بنیاد ویکیمدیا کمک کرد. بازداشت در فرانسه. ماجرا از این قرار بود که روز شنبه 24 آگوست پاول دوروف با جت شخصی خودش از آذربایجان به فرانسه سفر میکنه. وقتی توی فرودگاه در حومه پاریس، پلیس فرانسه بلافاصله وارد عمل میشه و دستگیرش میکنه. چرا؟ به خاطر اتهاماتی که به مدیریت تلگرام وارد شده، مثل این که پلیس فرانسه معتقد تلگرام به اندازه کافی نظارت نداره و این باعث شده که افراد مجرم راحت‌تر توی این پلتفرم فعالیت کنن. حالا چرا این مسئله اینقدر حساس شده؟ بیایید یه نگاهی به گذشته بیاندازیم. تلگرام از همون روز اولش به خاطر ویژگی‌هایی که داشت خیلی زود محبوب شد. به کاربرانش این امکان رو میداد که بدون نگرانی از نظارت دولتی یا سانسور پیام‌ها و اطلاعات خودشون رو به اشتراک بذارن. به خصوص توی روسیه، جایی که خیلی از رسانه‌ها تحت کنترل دولت هستند. تلگرام به عنوان یکی از معدود منابع مستقل خبری شناخته شد. این محبوبیت باعث شد که دولت روسیه در سال 2018 تلگرام رو ممنوع کنه، اما مردم روسیه باز هم ازش استفاده می‌کردند. این ماجرا تا سال 2021 ادامه داشت که در نهایت ممنوعیت تلگرام توی روسیه برداشته شد. بعد از بازداشت دوروف، سفارت روسیه توی فرانسه سریعاً وارد عمل شد تا ببینه چی شده و چرا دوروف رو دستگیر کردن. البته تا اون لحظه تیم دوروف هیچ درخواستی به سفارت روسیه نفرستاده بود، اما سفارت روسیه پیشگیرانه کارهای لازم رو شروع کرد. این بازداشت خیلی از مقامات روسیه و سیاستمداران رو هم عصبانی کرد. بعضی هاشون گفتن که این کار فرانسه نشون دهنده اینه که
جوامع غربی دارند به سمت دیکتاتوری پیش میرن. خب این حرفها خیلی هم بی‌اساس نیست. دروف سالها پیش به خاطر مقاومت در برابر درخواستای دولت روسیه برای نظارت بر کاربران و سانسور محتوا مجبور شد از کشورش فرار کنه. حتی تلگرام هم برای مدتی توی روسیه ممنوع شد. حالا بازداشت دروف توی فرانسه باعث شده که خیلی ها این رو به عنوان یک نشانه از محدودیت‌های جدید در جوامع غربی ببینند. اما بریم سراغ تحلیل‌های مختلف. بعضی‌ها معتقدند که بازداشت دروف به خاطر فشارهای امنیتی و نگرانی‌های مرتبط با انتشار اطلاعات نادرست توی تلگرامه. میدونیم که تلگرام به خاطر قابلیت‌های خاصش جایی برای انتشار اخبار غیر رسمی و گاهی نادرست شده. این موضوع به ویژه توی جنگ روسیه و اوکراین خیلی دیده شد. دولت‌ها هم به همین خاطر نگران امنیت ملی و اجتماعی خودشون شدن. البته این بازداشت واکنش‌های زیادی توی فضای مجازی هم داشته. بعضی از کاربرها و فعالان سیاسی گفتن که این کار یک حمله به آزادی بیان و حریم خصوصی کاربران اینترنته. این دیدگاه بیشتر توسط فعالان حقوق دیجیتال مطرح شده که معتقدند تلگرام باید به عنوان یک پلتفرم آزاد و بی‌طرف باقی بمونه. حالا سوال اصلی اینه چه اتفاقی قراره برای پاول دروف بیفته؟ اون قرار شده روز یکشنبه توی دادگاهی توی فرانسه حاضر بشه و اتهاماتش مورد بررسی قرار بگیره. این دادگاه میتونه آینده دروف و تلگرام رو تحت تاثیر قرار بده. پاول دروف همیشه به عنوان یک آدم مستقل و مقاوم در برابر فشارهای دولتی شناخته شده. ولی این بازداشت نشون میده که چالش‌های جدیدی پیش روی اون و شرکتش قرار داره. ما باید منتظر بمونیم تا ببینیم آیا این بازداشت و بررسی‌های قضایی تأثیری روی آینده تلگرام و محبوبیت این پلتفرم داره یا نه. تلگرام یکی از مهمترین ابزارهای ارتباط دیجیتال در دنیاست و هر تغییری توی وضعیتش میتونه تأثیرات زیادی روی کاربران و جوامع مختلف داشته باشه. پس تا اون موقع همه چشم‌ها به دادگاه فرانسه و تصمیمات آینده درباره پاول دروف دوخته شده. حالا طبق اخبار غیر رسمی که منتشر شده گفته میشه مدیرعامل تلگرام در فرودگاه پاریس همراه با دوست دخترش بوده. نکته اصلی این ماجرا اینه که این زن عجیب که در زمان دستگیریش همراه دروف بوده مدتیه که به عنوان دوست دخترش شناخته میشه و گمان زنی‌های زیادی در موردش وجود داره. این خانم که به اسم یولیا واویلواد شناخته میشه ممکنه حتی دلیل اصلی دستگیری دروف باشه. شایعات اینترنتی میگه که این دختر ممکنه یک پرستوی روسی باشه یا حتی تحت نظارت و عمدی یا ناخواسته باعث دستگیری دروف شده باشه. یولیا واویلووا کیه؟ یولیا واویلووا 24 ساله اصالتاً روس که در دبی زندگی میکنه. طبق ادعای خودش یه مربی کریپتوه. در اینستاگرام واویلووا خود رو به عنوان یک گیمر معرفی کرده و گفته که به 4 زبان انگلیسی، روسی، اسپانیایی و عربی مسلطه. و جالبه که اخیراً ایشون با مدیرعامل تلگرام تو مکانهای مختلفی مثل قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان هم با هم دیده شده و تصاویرش در استوریا و هایلایت‌های اینستاگرامش هم پخش شده. رابطه نزدیک اونا وقتی بیشتر شد که درست قبل از دستگیری توسط مقامات فرانسوی با یه جت خصوصی به پاریس رسیدن. اما هنوز مشخص نیست که این رابطه تا چه حد باعث دستگیری دروف شده. حتی گفته شده که حضورش باعث شده که به صورت عمدی یا حتی ناخواسته مدیر تلگرام رو به فرانسه کشونده باشه که باعث دستگیری این فرد شده. به هر حال باید
در روزهای آینده ببینیم که این شایعات درست هستش یا خیر. این بود داستان پاول دوروف، کارآفرین نابغه‌ای که با ساختن تلگرام و ویکی تونسته دنیای ما رو تغییر بده و ثابت کنه که با پشتکار و هدف گذاری میشه به همه چی رسید.